سلام رفقا، دکتر دانا هستم. امروز آموزش میدم چطور یه فشارخون حرفه‌ای برای خودتون بسازید. پس گوش بدید. قدم اول، نمک بهترین دوست شماست. روزانه حداقل 3 بار با نمکتان احوال پرسی کنید. هرچی نمک بیشتر، فشارخون قوی‌تر. قدم دوم، ورزش ممنوع. از هر گونه تحرک بدنی فرار کنید. کاناپه بهترین باشگاه ورزشی شماست. قدم سوم، استرس سوخت فشارخون. همه چیزو جدی بگیرید. نگرانی رو مثل یک مدال روی سینه‌تون نگه دارید. قدم چهارم، وزن سرمایه شماست. هرچی وزن بیشتر، نتیجه بهتر. شیرینی و غذاهای چرب بهترین متحدان شما هستند. قدم پنجم، چکاپ دشمن شماست. از دستگاه فشارسنج مثل طاعون فرار کنید. نادیده گرفتن کلید موفقیته. قدم ششم، داروها رو مسخره کنید. هر نسخه ای رو با لبخند پاره کنید. فشار خون شما به دارو نیاز نداره. البته که شوخی کردم. همه این کارها رو برعکس انجام بدید. نمک کم، ورزش زیاد، استرس کم، چکاپ مرتب، وزن مناسب، مراجعه به موقع به پزشک. فشار خون قاتل خاموشه. جدی بگیرید. امیدوارم هم خندیده باشید، هم یاد گرفته باشید. سابسکرایب و لایک رو فراموش نکنید. تا بعدی مراقب خودتون باشید.